سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل ناچ. امروز اومدیم بریم داخل ماینکرافت برای خودمون یک استخر رو درست کنیم. بهش اینجا اومده فرار کنیم. من باز اینجا میمیریم، در اون سرویس میشه. اینجا فرار کنیم. خب داشتم میگفتم میخوایم استخر درست کنیم و یک طویله برای گوسفندمون هم درست کنیم. خب این درخت رو بذارم سنگون رفتش. این نمیدونم چرا تلپورت کرده بود اینجا. تلپورت رکتی اسپان چیه هم اومده بود اینجا. واقعا عجیب بود چه جوری اومده. خب بریم اینا رو بسازیم. خب دیگه از اون دادیم، حالا بریم بخوابیم. خب بریم که رفتیم. این از شطور رو بردم. خب اول اصلا بریم استخر بسازیم. اینجا نور بذاریم و اینجا خب نور گذاشتیم و اینجا یکم بکنم قشنگ بریم تو، بریم داخل. سقوط از اینجا سقوط آورد بزنیم. اینجا سری بکنیم، سری بود. خب اینم بکنیم، این دوتا رو هم بکنیم. خیلی خوب شد. اینجا رو ببندم. خب بریم اینجا رو. خب اینجا که گذاشتیم و درستش کردیم. چه پلیش قشنگ درست کنم، سنگی بشه. اینو بکنم. خب اینو بکنیم اینجا قشنگ دیده بشه. خب خب اینم بکنیم، اینم بکنیم. بچه نظر بدیم من این بالاشو چی بذارم. این بالایی که خالی مونده رو چی بذارم؟ داخل کامنت ها بهم بگین ببینم چی بذارم براش قشنگ تر بشه. اینجا هم باید سنگی بذارم. خب گذاشت. شطوری یه جا هم برای شطور باید درست کنم. اینو بکنیم اینجا. قشنگ دیده بشه. خب اینم بکنیم اینجا که گذاشتیم و درستش کردیم. اینجا هم باید سنگی بذارم. خب گذاشت. اینجا هم باید سنگی بذارم. خب اینجا هم باید سنگی بذارم. 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 این
بعدا رو درستش کنم. خب بریم اینجا رو بکنیم. ابا اینجا یک باید بذار. خب اوکی. اینجا باید برای گوسفندون یک طویله بسازیم قشنگ پشت سر گاوا. سنگمون هم تموم شد. حالا بعدا میریم درستش کنیم. الان فعلا بریم ببندم. خب بریم بخوابیم. بهشی نشد بخوابیم. چه در رو ببندم میرم داخل آشپزخونه میخوابم دیگه. بچه نظرتون چیه که حال خونه رو یکم بزرگتر کنیم؟ یعنی همینجا اینجا رو یکم بزرگتر کنیم. حالا اینا رو که ما درست میکنیم خب، ولی موافق بودید که اینجا رو درست کنیم یه لایک داخل کامنت بفرستیم. به نظر خودم که خوبه، ولی حالا شما دوست دارید بزرگتر بشه بگین که من درستش کنم. اینجا رو ببندیم. خب اینجا ستور بردارم. این ستور خب خیلی خوب شد اینجا. حالا بریم دیگه. الان فکر کنم بشه بخوابیم دیگه. اگه نشه باید بریم آشپزخونه. مثل این که نشد. به خدا میریم. یه دقیقه بایستا ببینم روز هستن روز شبه. اصلا هیچی معلوم نیست، نه شبه نه روزه. نه از کجا بفهمیم؟ بچه اینجا یه در بهم بگیم بذارم یا نه برای همون ویو. برای ویوش یه در بذارم، همون در ورودی بذارم یا نه. این سه تا از اینجا بذاریم. یک دو تا از اینا. خب این 6 تا میخواد و یه استیک. همون سفید درست میکنم ولش. استیک هم بردارم. خب اینجا هم یک کمی از اینجا 3 تا 4 تا شد. خب اینو بردارم و اینجا مشکیش. همه اینا از پنبه درست میشه. خب پشم درست میشه. اینجا من پشمو بذارم، پشم سفیدو. و اینجا احتمالاً
پورت بعدی هم که میخوام انجام بدم حالا با خودم میدم چی میخوام بگیرم ولی دیگه لو نمیدم. خب اینجا رو ببندیم قشنگه. خب بچه ها از اونجا که هم شما دیدید یهو شب شد و یهو از شب در اومد شد روز، به این دلیله که ما کات زدیم. اشتباه نکنید که ما اصلا و ابدا داخل این مپ کریتیوی انجام نمیدیم و پولی انجام نمیدیم و همش داخل بی پولیه. اینجا رو بکنم در بذارم براش، اینجا رو در بذارم، از اینجا باز چکم دیگه بذارم و بر طویله سقف بذارم یا نه. به نظر خودم همینطوری خود فرق خاصی نمیکنه سقف بذاریم یا نه، ولی میخواستم بپرسم بکنم. بسته شد دیگه. یه در باید بسازم از اون درایی که چیزه، یکی دارم و یکی دیگه هم باید بسازم. بریم فعلا اینو بذاریم ببینیم جا میشن یا نه. از این ور خب بریم اینجا، اینجا در رو بذاریم جا میشن. نه جا نمیشه. همون گفتم دیگه باید یکی دیگه بریم بسازیم اونطور که فکر میکردم شد. فعلا بریم از اینجا برداشت بریم. خب استیکو که برداشتیم به چوب نیاز داریم. چوبم که برداریم نمیتونیم بسازیمش، این خیلی جالب بود خفنه که نمیشه بسازیمش. و حالا باید بریم چوب بسازیم. خب حالا که میشه یکی رو از اینجا ور میداریم که اینا رو میذاریم، چوب هم میذاریم، استیک هم میذاریم. حالا میگیریم اینو کنار اون در دیگه بذاریم. خب اینجا رو ببندیم. برو. خب اینجا رو بسته کنیم. بچه به چیزی دقت کردی یعنی داشتم در اومدم در رو بذارم به یه چیزی دیدم داخل ادیتور رو بهتون میذارم. سایه چی بود؟ سایه خودم بود یا سایه دیگه نمیدونم.
دقیقا میگه یه چیزی بود. خب که کشت از اونجایی که خودتون خیلی خوب میدونین اینجا جای چیه؟ جای طویله گوسفند ها و اینجا رو الان میکنیم و گوسفندامون عین بوز کوهی میان بالا. بکنم کلا 2 تا دارم، 2 تا گوسفند دارم. بله 2 تا گوسفند داریم. بفرمایید به جای جدید. بفرمایید به جای جدید و منتقل شدید به جای جدید. اینجا خب بفرمایید. خب کم به اینا غذا بدیم. حالا تو اینجا اومدم به بچه‌شون هم یکم غذا بدیم. خب حالا بعدا با کاری که داره رو برطرف میکنیم. فعلا همین کارا رو انجام بدیم. این از گاو داریم و این هم از استخرمونه. اینجا بریم اینو بذاریم به عنوان حوله. خب این هم که به عنوان حوله گذاشتیم. احتمالا یه مشکی دیگه هم بعدا بهش اضافه کنم. داخل این ویدیو نه، داخل این ویدیو اضافه نمیم. خب طویله رو که درست کردیم، استخر رو که درست کردیم، اینجا رو هم ببندیم دیگه. حالا بعدا میبندیم. گوسفند. خب این هم یکی از باگ‌هایی که گفتم و بعدا درستش میکنیم. این باگ‌ها رو قشنگ درست میکنیم. رو بچ کامنت یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه و ما که رفته دیگه همینطور پرنرژی بمونیم.